مصیبت هایی که در این روزهای بحرانی به ما رسید، اولینش سقوط هواپیمای فانتوم بود که برای کمک آمده بود و به چه دلیل فنی یا دلیل دیگری با کوه اصابت کرد و 2 خلبان مبارز و فداکار به شهادت رسیدند. و بزرگترین مصیبت دوم شهادت 25 نفر در بیمارستان پاوه بود که عده‌ای از اونها مریض بودند، مجروح بودند، ولی این بیمارستان به دست دموکرات ها افتاد و اونها رو با فجیع ترین وضعی کشتند، حتی مجروحین رو قتل عام کردند. و مصیبت سوم که شاید دردناکترین مصیبت ها بود، هنگامی بود که بعضی از خلبانان هوانیروز که واقعا فداکاری های خیلی زیادی کردند در جریان پاوه، حاضر شدند در زیر رگبار گلوله مهمات به ما برسونند. و هنگامی که یک هلیکوپتر مهمات به ما میرسوند و بر زمین نشست و عده‌ای از کشته ها و مجروحین رو در داخل هلیکوپتر قرار دادیم، این هلیکوپتر هنگام صعود، چون در یک راه باریکی کنار تپه برای فرودش پیش بینی کرده بودیم، پروانه هلیکوپتر با تپه برخورد کرد و شکست و هلیکوپتر مثل فنر بلند می شد و بر زمین می نشست و هر باری که از جای خودش بلند می شد و بر زمین می نشست، پروانه کسی رو یا کسانی رو بر زمین می انداخت و می کشت. و تقریبا همه نیروی ما در اونجا متمرکز بود و عده‌ای از بهترین دوستان ما، فداکارترین مبارزین، در همون لحظه به شهادت رسیدند و 2 خلبان هلیکوپتر هم به شهادت رسیدند و فاجعه دردناکی بود که هیچ کس نمیتونست این رو تصور بکنه و آنقدر در روحیه پاسداران مؤثر واقع شد که عده‌ای سرهای خودشون رو به دیوار میزدند، خودشون رو کتک میزدند، لباس خودشون رو پاره میکردند و اونجا واقعا شاید مصیبت بارترین لحظاتی بود که بر ما گذشت، در حالی که مورد محاصره بودیم و گلوله از هر طرف بر ما میبارید و بهترین دوستانمون در مقابلمون به شهادت رسیده بودند و در مقابل این شهادت، در مقابل این اجساد تکه تکه شده و به طور فجیع بر خاک افتاده، حالتی بود که کنترل این نیروها بسیار بسیار سخت و مشکل بود، ولی به هر حال با قدرت یا با تکیه بر ایمان توانستیم که این بچه ها رو جمع بکنیم، این نیروها رو متمرکز بکنیم، کشته ها رو داخل پتو قرار بدیم که افراد رو منقلب نکنه، به داخل ساختمون ببریم که از نظر دور بداریم و قطعه‌های هلیکوپتر رو جمع بکنیم و اون مهماتی رو که آورده بود به جای امن دیگری ببریم و یک مقدار به خودمون سر و سامان بدیم. و در دامان این مصیبت ها بود که اون هجوم معروف در شب آخر بر ما شروع شد. دستوراتی دادم که در مقابله با دشمن چجور عمل بکنند و به اون دوستان خودم گفتم که امروز یا امشب شب آخرین ماست، اما باید با شهادت خودمون یک صفحه خونینی در تاریخ باز بکنیم و از اونها میخوام که تا آخرین لحظه بجنگن. و ما تا به صبح سر کردیم، در حالی که رگبار گلوله از طرف پاسداران ما و از طرف نیروهای مخالف حتی یک لحظه هم تا صبح قطع نشد.